کره جنوبی کشوریه که روابط جنسی تو ملأ عامش آزاده، اما اگه کسی تو اماکن عمومی سیگار بکشه با جریمه‌های سنگین روبرو میشه. کشوری که مرداش تو آرایش کردن از زناش سبقت گرفتن و جراحی پلاستیک بین مردمش از محبوبیت زیادی برخورداره. دوست عزیزم، اگر دوست داری درباره حقایق عجیب و غریب کره جنوبی بیشتر بدونی، پس ویدیو رو لایک کن و تا آخر ویدیو همراه من باش. کره جنوبی در شرق آسیا قرار داره. پایتختش شهر سئول هستش. سطح 1210 کیلومتر مربع وسعت داره و تنها با کره شمالی مرز خاکی داره. جمعیت این کشور 51 میلیون نفره. زبان رسمیش کره‌ای هستش. آب و هوای معتدل و مرطوب داره که تابستوناش گرم و مرطوبه و زمستونهاش سرد و خشکه. اما این کشور حقایق عجیب و غریب کم نداره. مثلا مردم کره جنوبی معتقدن که اگر در طول شب پنکه‌شون روشن باشه مرگ نصیبشون میشه. به خاطر همین همه مردم کره جنوبی پنکه‌هاشون رو در طول شب خاموش میکنن تا اسیر مرگ نشن. کره جنوبی دارای بزرگترین بازار جراحی پلاستیک به ازای هر فرد در جهانه. تخمین زده میشه که بین 1/5 و 1/3 زنان در سئول حداقل یک بار زیر تیغ جراحان پلاستیک رفتن. همچنین جراحی پلک چشم یکی از شایع‌ترین جراحی‌های پلاستیک در این کشوره، طوری که بیشتر جوانان ثروتمند کره جنوبی تا 16 سالگی حداقل یک بار این عمل را انجام دادن. دلیل این کار همینه که دوست دارن هرچی بیشتر شبیه غربی ها به نظر برسن. دوست عزیزم، اگر تا اینجای ویدیو رو دوست داشتی لطفاً کانال رو سابسکرایب کن و زنگوله کنارش رو هم بزن. الکل و نوشیدنش در ملأ عام قانونیه و شما به راحتی میتونید بطری یا قوطی الکل را با خودتون حمل کنید و حتی 1 یا 2 جرعه در حالی که بیرون هستید میل کنید. در نتیجه نوشیدن الکل و مستی در ملأ عام هیچ مشکلی برای شما ایجاد نخواهد کرد، مگر اینکه شما برای کسی مشکل ایجاد نکنید. همانطور که در برخی فرهنگ‌ها 13 عدد نحسی تلقی میشه، برای کره‌ای‌ها عدد 4 بدیومنه، چون از لحاظ نوشتاری بسیار شبیه به کلمه مرگ در زبان اوناست. بنابراین بعضی جاها توی ساختمون‌ها، پارکینگ‌ها یا حتی آسانسورها هم نمیتونین این عدد رو پیدا کنید. سیگار کشیدن در اماکن عمومی کره به فرایندی سخت و پیچیده بدل شده. سیگار کشیدن در کافه ها، رستوران ها، بارها و دیگر اماکن ممنوع شده و این ممنوعیت در خیابان نیز به مناطق مختلف گردشگری، ورودی متروها و حتی کل برخی از خیابونها بست پیدا کرده. در صورت مشاهده و روشن کردن سیگار در این اماکن، فرد خاطی با جریمه‌های سنگین روبرو خواهد شد. روابط جنسی در ملأ عام در کره جنوبی قانونیه که از سال 2015 قانونی بودنش اعلام شده، چرا که کره جنوبی معتقده که بیشتر یک موضوع شخصی تا یک موضوع دولتی. به همین خاطر برقراری روابط جنسی به صورت آشکارا در این کشور کاملا قانونیه و هیچ مشکلی نداره. کره جنوبی سالیان زیادیه که این قانون رو وضع کرده و اعتقاد داره که آزادی باید اولین رکن و اولین خاصیت برای تمام افراد جامعهش باشه.
در ابتدا مخالفت‌های زیادی درباره وضع قانون آزادی روابط جنسی توی این کشور وجود داشت، اما به مرور مردم این کشور ثابت کردند که این اتفاق میتونه بدون پیش اومدن هیچ مشکلی رخ بده. توی کره جنوبی این فقط زنان یا مجریان نیستن که به طور کلی چهره خودشون رو آرایش میکنن. توی این کشور مردم به مصرف لوازم آرایشی برای زیبایی بیشتر از زنان سبقت گرفتن تا اونجا که خبر اونا در جهان نیز جنجالی شد، طوری که در کره جنوبی شرکت‌های لوازم آرایشی حالا مردان رو هدف گرفتن. مردان کره‌ای برای بهتر کردن پوست و ظاهرشون پول خیلی زیادی برای محصولات آرایشی میپردازند که از نظر مالی تقریباً 900 میلیون دلار در سال هزینه این آرایش ها میشه. مردم کره جنوبی معتقدن که اگر کسی به همسرش کفش هدیه بده از هم دور میشن. به همین خاطر اگر کسی کفش هدیه بگیره مقدار پول به شخص هدیه دهنده میده تا به عبارتی اون کفش هدیه تلقی نشه و در نتیجه اونا رو از هم دور نکنه. دوست عزیزم، لطفاً نظرتو در مورد حقایق عجیب و غریب کره جنوبی تو کامنت ها برامون حتما بگو و یه موردم خودت اضافه کن. دوست عزیزم، لطفاً برای حمایت از ما کانال رو سابسکرایب کن و زنگوله کنارش رو هم بزن.